صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. خداوندا، تو را شکر و سپاس می کنیم و تو را می ستاییم و در برابر عظمت و توانایی و جلال و محبت تو صورت خیش را به خاک می افکنیم و تو را می پرستیم. توی تنها شایسته پرستش و حمد و ثنا. توی تنها خدای حقیقی و مطلق. جز تو خدایی نیست و جز تو حقیقتی نیست. پروردگارا، حیات و هستی و وجود ما از توست. تو ما را خلق کردی و تو به ما حیات بخشیدی و تو ما را از نیستی به وجود آوردی. آنچه داریم از تو داریم. پس ای خدا، هستی خود را، وجود خود را تقدیمت می کنیم تا تو ما را هادی، خداوند و رهبر باشی. ای خداوند، خود را تسلیمت می کنیم تا تو ما را برای مقاصد آسمانیت به کار ببری. تو را شکر کنیم که این فرصت را به ما عطا کردی تا درباره امور ملکوت سماویت و محبت بی پایانت نسبت به خود به تفکر و تعمق بپردازیم. پس استدعا می کنیم که چشمان روحانی و فهم و بینش معنوی عطا کن تا از کلام تو چیزهای عجیبی رو یاد بگیریم. این دعا را به نامی یگانه منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح، که با کلامی حیات را عطا می کرد و کلمه آشکار شده تو می باشد و امروز یگانه امید ما می باشد می طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا. برنامه‌ای از صدای انجیل. برادران و خواهران عزیز، ایمانداران محبوب و حقجویان گرامی، درود بر شما. امیدوارم که در پرتو نور حق شاد و سلامت باشید و قلب و وجودتون از الطاف و فیض خداوند پر باشد. دعای من برای فرد شما حقجویان و ایمانداران عزیز اینه که هر روز مصاحبت با خالق خود داشته و در اراده او روزهای خودتون رو به سر بیاورید که این مقصود و هدف خداوند برای همه ما باشد. سلامتی و شادی خدا بر شما باد. در ادامه مطالعه زندگی و تعلیمات عیسی مسیح نجات دهنده عزیزمون، توجه خود را معطوف به فصل 9 از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا نموده و آیات شریف را خدمتتون میخونم و پیرامون معنی آیات توضیحات مختصری به عرضتون میرسونم تا شما را در درک معنی و مقصود آیات یاری بدهم. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش سید رضا مسعودی این افتخار رو دارم که نیم ساعت آینده رو با شما باشم و با شما در مورد مژده آسمانی صحبت کنم. اگر انجیل مقدس رو در اختیار دارید، ازتون دعوت میکنم که آن رو به این قسمت بگشایید تا با یکدیگر آیات را مطالعه نماییم.
فصل 9 از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا شامل 62 آیه می باشد و موضوعات مختلفی رو در بر گرفته. در 6 آیه اول مأموریت عیسی مسیح به 12 شاگردانش را می بینیم که چگونه او شاگردان خود را یا رسولانش را با قدرت الهی آراسته می کند تا نه فقط بشارت مژده الهی را به مردم برسانند، بلکه مریضان را شفا بخشند، آنها را خدمت کنند و نیازهای مردم را برطرف نمایند. از آیه 7 الی 9 ما با مرگ یحیای نبی توسط پادشاه مکار یعنی هرودیوس روبرو می شویم. از آیه 10 الی 17 با یکی از معروفترین معجزه عیسی مسیح روبرو میشیم، یعنی غذا دادن 5000 نفر. از آیه 18 عقیده حضرت پتروس راجع به عیسی مسیح رو میبینیم و از آیه 21 عیسی مسیح درباره صلیب و مرگ و رستاخیز خود نبوت و پیشگویی میکند. از آیه 28 الی 36 شاگردان عیسی مسیح برای اولین بار شکوه و جلال عیسی مسیح رو آنطوری که هست میبینند، زیرا هیبت مسیح آشکار میشه. و از آیه 37 الی 45 عیسی مسیح با قدرت خدایی یک پسر غشی رو شفا میدهد و سرانجام از آیه 46 به شاگردان خود تعلیم میدهد که چگونه باید در این زندگی کوتاه مثل بچه‌ها ساده دل باشند و ایمان پاک و مقدس و بی‌ریایی داشته باشند، زیرا ورود به ملکوت خدا لازمه داشتن ایمانی بی‌ریا و صادق و پاک است. و سرانجام از آیه 51 یک بار دیگر عیسی مسیح درباره مرگ و رستاخیز خود پیشگویی میکنه و به شاگردان تعلیم میدهد که اگرچه او پادشاه است اما پادشاهی او دنیوی نمی باشد. تقسیم بندی این آیات ما را در درک کلام خدا یاری میبخشد. حالا ازتون دعوت میکنم که توجه خود را به قسمت اول، یعنی فرستادن 12 شاگرد یا رسول عیسی مسیح توسط عیسی مسیح جهت اعلام خبر خوش به مردم توجه فرمایید. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. کلام خدا میگوید: پس عیسی مسیح 12 شاگرد خود را طلبیده به ایشان قوت و قدرت بر جمیع دیوها و شفا دادن امراض عطا فرمود و ایشان را فرستاد تا به ملکوت خدا موعظه کنند و مریضان را صحت بخشند. و به ایشان گفت: هیچ چیز به جهت راه برمدارید، نه عصا و نه توشدان، نه نان و نه پول، و نه برای یک نفر 2 جامه، و به هر خانه‌ای که داخل شوید همانجا بمانید تا از آن موضع روانه شوید. و هر که شما را نپذیرد وقتی که از آن شهر بیرون شوید خاک پاهای خود را نیز بیفشانید تا برایشان شهادتی شود. پس شاگردان بیرون شده در دهات‌ها می‌گشتند و بشارت می‌دادند و در هر جا شفا می‌بخشیدند. اما هرودیوس تیتراخ چون خبر تمامی این وقایع را شنید مضطرب شد، زیرا بعضی گفتند که یحیی از مردگان برخاسته است. اما هرودیوس گفت: سر یحیی را از تنش من جدا کردم، ولی این کیست که درباره او چنین خبر میشنوم؟ در این آیات می‌بینیم که یک روز عیسی مسیح 12 شاگرد خود را فرا می‌خوانه و به آنها قدرت و اختیار می‌دهد تا بتوانند روح‌های ناپاک را از مردم بیرون کنند و بیماران را شفا دهند و مردم را درباره مژده ملکوت خدا یا پیام انجیل آگاه نمایند. او بر آنها می‌دمد، یعنی قدرت خدا را به آنها عطا می‌کند. او به آنها می‌فرماید هیچ چیزی با خودتون نبرید، نه چوب دستی، نه کوله بار، نه خوراک و نه پول، حتی لباس اضافی هم برندارید. اگر اهالی یک شهر به پیغام شما گوش ندادن، از آنجا برگردید و برای اینکه غضب خدا را به ضد آن شهر نشان داده باشید، گرد خاک آنجا را هم از پاهایتون بتکانید. عیسی مسیح این 12 رسول را از میان جماعت زیادی از شاگردانش که پیوسته از او متابعت می‌کنند برگزیده بود. حالا آنها را به عنوان رسول و نماینده خود به دهات‌هایی که خودش موفق نشده بود به آنجا بره و پیغام خدا را به آنان برساند می‌فرستد. زیرا هدفش این بود که تمام مردم اسرائیل پیغام خدا را بشنوند تا بهانه‌ای نداشته باشند که پیام مقدس خدا را نشنیده و به این خاطر از او پیروی نکردند. مسیح به آنها قوت و قدرت می‌دهد. قوت یعنی از توانایی خودش به آنها می‌دهد و قدرت به معنی اختیار،
اختیار در انجام هر کاری. عیسی مسیح نه فقط خود از روح القدس پر بود، بلکه مالک تمامی قدرت بوده و می باشد. خداوند به او همه قدرت ها را عطا کرده. اتفاقا کلام خدا می گوید که توسط او عالم ها آفریده شد. نفس او قدرت حیات بخشیدن را داشت که بزرگترین قدرت محسوب می شود، زیرا هیچ قدرتی بالاتر و بزرگتر از بخشیدن حیات و زندگی کردن و هستی را از نیستی ها به وجود آوردن نمی باشد. کلام خدا می گوید که خدا آن را به عیسی مسیح عطا کرد. مسیح مظهر خدا یکتاست. مسیح بر آنها یعنی رسولان می دمد یا روح و قدرت الهی را به آنها عطا می کند تا آنان ارواح پلید را از انسانها دور سازند، امراض را شفا بخشند و مردم را خبر کنند که ملکوت خدا نزدیک است. بیرون افکندن اهریمن از وجود انسان و شفا دادن امراض دلیلی خوبی بود که مردم را متوجه ظهور ملکوت خدا بنماید. پس هدف از مأموریت شاگردان مسیح یا علت این که عیسی مسیح شاگردان خود را به دهات‌های مجاور می‌فرستد، اول اعلام مژده خدا که همان ظهور مسیح می باشد و دوم خدمت کردن یا شفا دادن مریضان بود. مسیح با اینکه تمام قدرت را در اختیار داشت و با شفا بخشیدن و معجزات می توانست ثروت هنگفت و لشکر عظیم تهیه کند، ولی هرگز از این قدرت الهی و معجزاتش برای مقام به دست آوردن و یا مقاصد شخصی و یا شهرت و جنگ استفاده نکرد. حتی شاگردان خود را از این امر برحذر می دارد که مبادا به خاطر شفا دادن و یا به خاطر انجام معجزه تحریک شده وسوسه شوند و به سوی مال و ثروت دنیوی چشم بیندوزند و دل به مادیات بدهند. پس می فرماید تنها صلاح شما باید ایمانتان باشد، ایمانتون به خداوند. در این سفر میگوید نگران غذا یا جا و مکان، حتی پوشاک هم نباشید، بلکه با سادگی تمام و بدون چشم داشت بشارت را اعلام و مردم را خدمت کنید. اگرچه این زمانه آن مهمان نوازی و غریب را پذیرفتن در منزل کم کم رو به نابودی است، ولی در آن زمان همانند بعضی از دهات‌های ایران هر غریبی که وارد دهکده میشد به عنوان مهمان و عزیز خدا مورد احترام واقع میشد و مردم ده از او پذیرایی میکردند و تمام نیازهای آنها را برطرف میساختند. آنچه که عیسی مسیح میخواهد به ما تعلیم بده اینه که مبشران واقعی او یا خدمتگزاران خدا همیشه با سادگی زندگی کرده و از چیزهایی که ممکن بوده آنها را از کارشون باز دارد یا کارشون رو به تأخیر اندازد آزاد و مبرا بوده و باید باشند و در عوض وقت خود را در راه خدمت به مردم به سر آورند. مسلماً همه مردم پیام مژده الهی را قبول نخواهند کرد. برای همینه که عیسی مسیح می‌فرماید اگر در شهری کسی به حرفای شما گوش نداد، گرد را از پاهای خودتون بتکانید. دوستان عزیز، این رسمی بود که شاگردان بدین وسیله به بی ایمانان یا کسانی که کلام خدا را رد می‌کردند میگفتند که ما دیگر با شما کاری نداریم. شما پیغام را شنیدید. پذیرفتن یا رد کردن به عهده خودتونه و به عبارت دیگر اگر شما کلام خدا را رد کردید، آن را قبول نکردید، در روز داوری خونتون بر گردن خودتونه. یعنی شما که پیغام خدا را شنیدید، اگر توبه نکردید، اگر حاضر نشدید که ایمان بیاورید، اگر حقیقت خدا را رد کردید، بدانید که نتیجه وخیم آن را خواهید دید و غضب خدا بر شما نازل خواهد شد. وظیفه ما مسیحیان این است که پیغام خدا را به سمع همه برسونیم، اما قبول کردن آن توسط مردم یا رد کردن به عهده خود اشخاص می باشد. عیسی مسیح شاگردانش را به همه دهات‌های اطراف می‌فرسته. او قریب به 1 سال در نواحی استان جلیل بشارت داده بود و مریضان را شفا داده بود و حالا می‌داند که باید به زودی به اورشلیم برود، زیرا در آنجا باید جان خود را در راه گناهکاران بدهد و یا کفاره گناهان بشر بنماید و تاوان گناهان من و شما را بپردازد. برای همینه که شاگردانش را می‌فرستد تا همه مردم اسرائیل از پیام خدا آگاه شوند. در آیه 7 اشاره به مرگ یحیی و خوف هرودیوس می‌کند.
هرودیوس وقتی خبر معجزات و شفاهای شاگردان عیسی مسیح در نواحی جلیل رو میشنوه، وقتی در مورد مسیح هم میشنوه، بسیار میترسه. چرا؟ چون او یحیای نبی را کشته بود. بعضی وقتا وجدان خطاکارش او را به این فکر میانداخت که یحیی دوباره زنده شده. اما مشاورینش برای اینکه خیال او را آسوده کنند به او میگفتند که نه، یحیی مرده، ولی این عیسی که مردم او را دوست دارن همان الیاسه. دلیل این حرف مشاورین این بود که چون الیاس نبی زنده به آسمان ربوده شده، از این رو تصور میرفت که او هنوز زنده است و باید قبل از آمدن مسیح موعود به این زمین مجددا مراجعت کنه. مردم الیاس را زنده می‌دانستند و یهودیان معتقد بودند که ارمیای نبی و انبیای بزرگ دوباره به این عالم برخواهند گشت تا مردم را برای آمدن مسیح موعود آماده کنند. قابل توجه است که بدانیم در این زمان همه مردم عیسی مسیح را پیغمبر بسیار بزرگی می‌دانستند، اما عقیده نداشتند که وی همان مسیح موعود میباشد. و البته علت عمده آن این بود که عیسی مسیح حاضر نبود و نمیخواست پادشاه دنیوی ایشان شود و با دشمنان قوم یهود به جنگ بپردازد، زیرا در تورات آمده است که مسیح پادشاه میباشد. یحیای پیامبر هیچ معجزه‌ای ننمود، لذا معجزات عیسی و 12 رسول او هرودیوس را قانع ساخت که اگر عیسی همان یحیای نبی نیست که از مردگان برخاسته، پس وی میبایستی از یحیی هم بزرگتر باشه. برای همین بود که بسیار میترسید. وجدانش دائما او را عذاب میداد، زیرا کار خلافی را انجام داده بود. شاگردان عیسی مسیح پس از سفر و انجام مأموریتشون به کفرناهم برمیگردند و در بیت سیدا که در انتهای شمالی دریاچه جلیل واقع شده و مسافتش تا مرکز کفرناهم حدود 4 کیلومتر میباشه، پیش عیسی مسیح میآیند. باید بگیم که این بیت سیدا که به معنی خانه ماهی است، با بیت سیدایی که در محدوده شهر کفرناهم میباشد متفاوت میباشه. به معجزه‌ای که پس از این مأموریت به وقوع پیوست توجه فرمایید. از آیه 10 الی 17 خدمتتون میخونم. کلام خدا میگوید: و گروهی بسیار اطلاع یافته در عقب وی شتافتند. یعنی مردم بسیاری فهمیدن که عیسی مسیح در بیت سیداست، پس رفتن تا دور عیسی مسیح باشند و پیغام خدا را از او بشنوند. پس عیسی ایشان را پذیرفته و آنان را از ملکوت خدا اعلام نمود و هر که احتیاج به معالجه می داشت صحت می بخشید. و چون روز رو به زوال نهاد، آن 12 نزد وی آمده گفتند: استاد، مردم را مرخص فرما تا به دهات و اراضی این حوالی رفته منزل و خوراک برای خود پیدا نمایند، زیرا که در اینجا در صحرا می باشیم. مسیح به شاگردانش گفت: شما ایشان را غذا بدهید. گفتند: ما را جز 5 نان و 2 ماهی نیست، مگر اینکه برویم و به جهت جمیع این گروه غذا بخریم، زیرا قریب 5000 مرد بودند. پس به شاگردان خود گفت که ایشان را 50 دست دسته بنشانید. ایشان همچنین کردند و همه را نشانیدند. پس آن 5 نان و 2 ماهی را گرفته به سوی آسمان نگریست و آنها را برکت داده پاره نمود و به شاگردان خود داد تا پیش مردم گذارند. پس همه خوردند، سیر شدند و 12 سبد پر از پاره های باقی مانده برداشتند. وقتی شاگردان مسیح از دهات‌های مختلف به طرف بیت سیدا آمدند، مردم از کارهایی که آنان کرده بودند و اینکه آنها هم با قدرتی که مسیح بخشیده بود معجزات نموده بودند، یا از روی کنجکاوی و یا از روی اشتیاق روحانی آمدند و دور عیسی مسیح جمع شدند تا به گفتار او و شاگردانش گوش بدهند. طبیعی بود که مردم شهرستانها از شنیدن این معجزات از خود کنجکاوی بسیاری نشان می‌دادند. اگرچه کلام می‌گوید عیسی مسیح خسته بود، اما باز شروع کرد که به آنها تعلیم بدهد و مسیح با خوشرویی تمام آنها را پذیرفت و به آنها تعلیم می‌دهد، تعلیماتی که درباره ملکوت خداوند است. از الطاف و از مزایای زیستن با خدا صحبت می‌کنه و مردم را در راه اراده خداوند یاری می‌دهد و بدین وسیله آنها را تشویق می‌کند که پیرو اوامر مقدس خدا باشند و خدا را سلطان قلب‌های خود بنمایند.
تعلیمات مسیح آنچنان پر محبت و عمیق و جذاب و گیرا بود که ساعتها مردم بدون که احساس خستگی یا گرسنگی کنند به کلام او گوش می‌دادند، به طوری که کلام می‌گوید تا غروب محو تعلیمات سماوی مسیح بودند، زیرا در کلام او قدرت خدا آشکار بود. در کلام او قدرت خدا آشکار بود و مردم را با حقیقت آسمانی آشنا می‌ساخت. در این اثنا بود که نه مردم بلکه شاگردان مسیح به نزد عیسی میان و میگویند ای استاد، این مردم را مرخص کن تا به آبادی‌های اطراف برن و برای شبشون جا پیدا کنن و خوراک پیدا کنن و بخورن. چرا؟ چون گفتن در این بیابان چیزی گیرشون نمیاد. عیسی به آنها میگوید شما به ایشان خوراک بدهید. مسیح کاری به شاگردان خود امر نمود که انجامش به کلی برای آنها غیر ممکن بود. معاذا از عهده انجام آن برآمدند و این امر نشان می‌دهد که وقتی خدا امر خیلی مشکلی را هم به ما پیشنهاد میکنه و یا به ما میگوید که این کار را بکن و مشکله و غیر ممکن به نظر میرسه و یا نقشه و هدف الهی رو برای خودمون مشکل و غیر ممکن میبینیم، باید بدانیم که اگر خداوند امر فرموده است، خود او همیشه قدرت انجام آن مأموریت یا کار و وظیفه را هم به ما میدهد و هنگامی که با ایمان اطاعت کنیم، قوت خدا آن وقتی که عطا میشه و آشکار میشه. پس اگر در اراده الهی باشیم، باید با ایمان با مشکلات روبرو بشیم و بدانیم که اگر ایمان داشته باشیم و در راه خدا هستیم، همیشه با مشکلات روبرو خواهیم شد، ولی مطمئن باشیم که خداوند خودش ما را قوت میدهد، یاری میدهد که بر مشکلات پیروز شویم. جمعیت بنا به فرمان مسیح در دسته های 50 نفری میشینند و سپس مسیح نان را میگیره و برکت میدهد. بعد از اینکه نان را برکت داد، کلام میگوید که نان را پاره میکنه و نان را به مردم عطا میکنند. نان افزایش مییابد، زیاد میشه، تکثیر میشه و این معجزه آشکار خدا در برابر چشمان هزاران اشخاصی که یا از روی کنجکاوی و یا از روی اشتیاق نزد عیسی مسیح آمده بودند آشکار میشه. عیسی نان را برکت میده، پاره میکنه و به شاگردانش میده و آنها نیز به جمعیت میدهند. فقط خود خالق این عالم میتواند بدین طور بر نان بیفزاید و کسی که این معجزه را انجام داد میبایستی خدا در او باشه، میبایستی کلمه خدا باشه که به وسیله او همه چیزها خلق شده و آفریده شده است. عیسی مسیح عمدن و مخصوصاً این معجزه را انجام داد تا به مردم بفهماند که خود وی آن نان حقیقی است که میتواند رفع گرسنگی روحانی مردم را بنماید و نه فقط حیات جسمانی عطا کند، بلکه حیات روحانی نیز به ما ببخشد. خود عیسی مسیح بارها تعلیم داد که من آب حیات هستم، من نان حیات هستم و هر وقتی که تعلیمی میداد یا ادعایی میکرد، عملاً آن را آشکار میکرد، ثابت میکرد به مردم که تعلیماتش، ادعاهایش کاملاً برحق است. در اینجا با گرفتن نانی، دعا کردن و برکت دادن معجزه میکنه. 5000 نفر را سیر میکنه. کتاب مقدس میگه که نه فقط 5000 نفر مرد غذا خوردن، سیر شدن، بلکه امر کرد که پاره های نان رو، باقی مانده ها رو جمع کنن تا حروم نشه، از بین نره و 12 سبد نان باقی میماند. دوستان عزیز، اگر عیسی مسیح توانست گرسنگی جسمانی مردم را با کلامی، با دعایی، با امری رفع کند، همونطور که خودش گفت امروز نیز میتواند آن تشنگی و روحانی معنوی ما را نیز برطرف سازد. او آن نان حقیقی است. وقتی میگوییم که او غذای روحانی است یا نان روحانی است، مقصود اون همان رفع تشنگی و گرسنگی معنوی بشر است. چرا؟ زیرا در عیسی مسیح خدا خیشتن را به بشر آشکار می کند. ما اگر واقعا طالب خدا باشیم، صمیمانه مشتاق این هستیم که به خدا برسیم و برای این امر حاضریم تمام زحمات این دنیا را نیز تحمل کنیم تا به مقصود و هدف نهاییمون، یعنی دیدن خدا یا وصال به خدا برسیم. ولی چون ما گناهکار هستیم، چون از درگاه خدا به خاطر خطایا و شرارتمون دور شده ایم، نمیتوانیم با قدرت خودمون به خدا برسیم. خدا خدای قدوسه و هیچ گناه و خطایی در درگاه او راه نداره. ما ناامید و ناتوان و سرگردانیم، ولی خدا را شکر، خود خدا از روی محبتش، از روی فیضش، وقتی ما انسانهای عاجز و ناتوان را دید
و اشتیاق روحانی نیز در وجود ما را دید، اراده فرمود از روی محبتش که خیشتن را به ما انسانها معرفی کنه، بشناسانه و این کار را در عیسی مسیح کرد. خدا در عیسی مسیح با بشر سخن گفت. او کلمت الله است. توسط اعمال مسیح می توانیم به شخصیت و ذات حق پی ببریم. توسط تعلیمات مسیح می توانیم خواسته و اراده خدا را دریابیم. هر که عیسی مسیح را بشناسد می تواند چهره خدا را، شخصیت خدا را بشناسد. دوستان عزیز، این عظمت مسیحیت است که در مسیح خدا را می توان دید. در هیچ مکتب یا مذهب و هیچ پیامبر و نبی جز عیسی مسیح بشر هرگز نتوانسته و نمیتواند خدا را به آن صورتی که وجود داره و شخصیت و ذاتش را بشناسه. خدا در عیسی مسیح خود را به بشر شناسانیده است و تنها راهی که آتش روحانی بشر امروز میتواند سیراب شود اینه که آدمی به حضور خدا بیاد، آن هم توسط عیسی مسیح قدوس، چون بشر گناهکار است و این غیر ممکن است که بشر با گناهانش همینطوری بتونه به حضور خدای قدوس برسه. خدا از روی فیض و رحمتش، نه به خاطر لیاقتمون بلکه از روی فیض و رحمتش، در عیسی مسیح با ما سخن گفت و خیشتن را آشکار کرد و خدا خود را بر ما مکشوف می سازد و بدین وسیله او به ما انسانهای عاجز نزدیک گردید، به طوری که کاملیت خیش را در مسیح آشکار کرده. و حقیقت اینه دوستان عزیز که او تنها راهی است که ما می توانیم توسط او آرزوهای روحانی خود را به کمال رسانیده و برای همیشه در حضور خدا باشیم و به فرزندان نور یا فرزندان خدا مسما گردیم. این افتخاری است که خداوند به ما عطا کرده است که اگر با ایمان به حضور عیسی مسیح بیاییم، امروز می توانیم او را بشناسیم و آتش روحانی خود را برطرف کنیم. همانطور که آهو تشنه در بیابان مشتاق آب است، روح ما نیز مشتاق حضور خداست و خداوند در عیسی مسیح این آب حیات را به ما عطا می کند. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.